سلام، امروز میخوام پایه نگهدارنده مانیتور از برند ارگو مدل WLA010 رو بهتون معرفی کنم. ببینیم داخل بسته‌بندی این محصول چه چیزیه. یک عدد دفترچه راهنما، یک عدد پایه، گیره پایه به میز، بازوی نگهدارنده و پایه عمودی. این محصول تماما آلومینیومی هستش و وزنش 2 کیلوگرمه و ابعادش 20x55. اول ستون و پایه عمودی رو به پایه اصلی وصل می‌کنیم. با توجه به ضخامت میز میتونیم به وسیله این گیره پایه رو تنظیم کنیم و به این صورت روی میز نصب میشه. و در نهایت بازویی اصلی. به وسیله این بازویی و پایه میتونید برای مانیتورتون چرخش 360 درجه انجام بدین و با پایه اصلی که به مانیتور متصله میتونید توی زاویه‌های مختلف مانیتورتون رو چرخش بدین. همینطور میتونید ارتفاع اون رو به وسیله این گیره بالا و پایین کنید و اندازه کنید. این بازوی مناسب حمل مانیتورها تا وزن 10 کیلوگرمه و پیچ هایی که به مانیتور متصل میشه مناسب مانیتورها با فاصله پیچ های 7.5 سانتی متر یا 10 سانتی متر. و کلام آخر، این پایه نگهدارنده در عین حال که فضای کمی رو اشغال میکنه بسیار محکم و پایداره.